سلام دوستان، امروز میخوام به شما نحوه واریز پول به صورت تومان به حساب FX Pro رو آموزش بدیم. ابتدا وارد پنل کاربری خودتون در پلتفرم FX Pro بشید. همونطوری که میبینید موجودی کیف پول ما 0. خب برای افزایش سرمایه روی گزینه فاند کلیک کنید. بعد از اون روی لوکال سولوشن کلیک کنید. خب حالا به وبسایت FX Pro فا منتقل میشید. در این بخش باید روی گزینه پرداخت کلیک کنید. اگه قبلا در وبسایت آواپی حساب دارید، باید یوزرنیم و پسورد خودتون رو وارد کنید تا حساب FX Pro به حساب آواپی متصل بشه. اگر هم حسابی در آواپی ندارید، روی گزینه ثبت نام در آواپی کلیک کنید. ما اینجا روی گزینه ثبت نام کلیک میکنیم. بعد از وارد کردن مشخصات خودتون روی ثبت نام بزنید. خب اینم پنل کاربری شما در حساب آواپی. همونطور که میبینید قابلیت نگهداری ارزهای مختلف مثل دلار، پوند، USDT، یورو و تومان رو داره. برای شارژ حساب و واریز و هر گونه برداشتی اول باید احراز هویت انجام بدید. وقتی احراز هویت تایید شد، میتونید از قسمت واریز یا برداشت حساب خودتون رو به تومان یا USDT شارژ کنید. بعد از شارژ حساب میتونید ارزهای مختلف رو از این قسمت به همدیگه تبدیل کنید. برای مثال میتونید با تومان USD بخرید یا با تومان USDT بخرید. حالا همونطور که میبینید من حسابم رو شارژ کردم و مقداری هم سواب کردم و از تومان به USDT و از تومان به یورو تبدیل کردم. دوباره به پنل FX Pro برمیگردم و بعد از وارد کردن یوزرنیم و پسورد حساب آواپی، مبلغی که میخوایم از حساب آواپی به FX Pro منتقل کنیم رو وارد میکنیم. و بعد از وارد کردن مبلغ، نوع ارز رو انتخاب میکنیم و روی گزینه پرداخت میزنیم. برای مثال من در حساب آواپی 30 USDT دارم. حالا میخوام به حساب FX Pro منتقل کنم. خب همونطور که میبینید 30 USDT به حساب FX Pro منتقل شد و 30 USDT از حساب آواپی هم کم شد. و همینطور برای یورو 290 یورو منتقل کردم و از حساب آواپی هم کم شد. به همین راحتی میتونید حساب FX Pro خودتون رو با تومان یا USDT شارژ کنید. بعد از انتقال حساب FX Pro شما در کمتر از 6 ساعت شارژ میشه و شما میتونید معادل دلاری منتقل شده رو تو حساب FX Pro اصلیتون ببینید. تو ویدئوی بعدی به شما نحوه برداشت به صورت تومان از حساب FX Pro رو آموزش میدیم.